روز 15 فوریه سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی عکس لحظه بزاده تاجیکستان عبدولی احمدعلی سپردن $1,000,000 جایزه اساسی لاتاری فرودگاه دبی نشر شد. عبدولی نخستین تاجیک است که در این لاتاری $1,000,000 برد. فیض‌الله خان عابدوف مؤلف سامانه یورتجی توانسته است با عبدولی تماس بگیرد. بنا به اطلاع این نشریه، عبدولی احمدعلی زاده شهر خوجند ولایت سوخت بوده، 31 سال دارد. عبدولی از روی اختصاص اقتصاددان و برنامه ساز بوده. در کارموتوکم یک خدمات خرید و فروش ماشینا از امریکا کار میکند. عبدولی از سال 2007 در دبی کار و زندگی میکرده است و با زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی، عربی، هندی، ترکی و زبان ازبکی بلد بوده است. اما او از افشای اینکه آیا $1,000,000 پول لاتاری برده‌اش را به چه کار صرف خواهد کرد خودداری کرده است. عبدولی به یورتجی گفته است: این نخستین میلیون من نیست. من الکی میدونم که اون را برای چه صرف خواهم کرد، ولی در این باره صحبت کردن نمیخواهم. عبدولی احمدعلی روز 1 فوریه سال 2023 در نشر 13 لاتاری دبی دیوتی فری میلیونیم میلیونر برنده جایزه اساسی $1,000,000 شد. این لاتاری از جانب فرودگاه بین المللی دبی، بزرگترین فرودگاه امارات متحده عرب، برگزار کرده می شود. قیمت هر لاتاری 1000 درهم یا تقریبا $280 امریکایی است و گفته می شود که عبدولی بلیت برداور لاتاری را که رقمش 4226 بود روز 16 ژانویه سال جاری توسط اینترنت خریده است.